اصلا اونجا معنی میدم، اونجا بزرگ شدم، اونجا به همه چی رسیدم، اینجا همه چی رو از دست دادم. رها جون 46-7 سالگی که سن مهاجرت نیستش. من دیگه توان 20 سالگیمو ندارم که، ولی اینجا باید مثل 20 ساله‌ها کار کنم. فشاری که در حقیقت همسرم تحمل کرد مخصوصا تو این 3-4 سال گذشته خب خیلی وحشتناک بود که دمش گرم. همینجا بگم که واقعا دمش گرم. حتی یه جاهایی یه ماهایی بار زندگیمون رو دوش پارمیس بود تا بیشتر رو دوش من. تصمیم نداری که از ایران بری؟ میپرسه فکر کنم آقای مدیری که فکر رفتن به اون برو داری؟ میگی من اونجا معنا پیدا نمی‌کنم. واقعا الان هم دارم میگم، من خیلی وقتا به دوستان میگم من بی‌معنی ترین آدم آمریکام دیگه. 27 سال دقیقاً به صورت حرفه‌ای تو ایران کار کردم و خدا رو شکر موفق هم بودم و وقتی که وارد اینجا شدم همه درها برون بسته شد دیگه. چقدر پشیمونی که از اینا رفتی؟ خیلی صادقانه خب دلم برای خیلی چیزا تنگ میشه واقعا، بیشتر از همه برای کارم، برای رفیقام، برای شمال. واقعا دلم تنگ میشه. خیلی در محکمی رو برای خودم بستم، خیلی زندگیم رو مخصوصا به زن و بچم سخت کردم، ولی اینکه پشیمون باشم نه، پشیمون نیستم.